روز 23 نوامبر در جلسه اضطراری حکومت ازبکستان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایوف، رئیس خدمات امنیت دولتی عبدالسلام عزیزوف و یک عده منصبداران بلندپایه وزارت کارهای داخلی را از وظیفه‌هایشان برکنار کرد. سبب رسمی این قرار اعلان نشده است، اما منبع‌های قابل اعتماد بخش ازبکی رادیوی آزادی این تصمیم را با مانع‌گذاری به تحقیق سوءقصد به جان کامیل علمجانوف مربوط می‌دانند. همین منبع‌ها به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که آتابک عمروف، معاون رئیس خدمات امنیتی پرزیدنت و شوهر شهنازه میرزیایو و دختر خردی شوکت میرزیایوف روز 23 نوامبر ازبکستان را ترک کرده است. گفته می شود که او به کره جنوبی رفته است. کامیل علمجانوف، سردار سابق آژانس اطلاعات و ارتباطات ازبکستان، شب 26 اکتبر، یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در شهر تاشکند هدف حمله قرار گرفت. مقامات ازبکستان گفتند که ماشین او تیرباران شد. علمجانوف 40 ساله و رانندش نجات یافتند، اما سوءقصد به جان یک عضو سابق حکومت ازبکستان را تکان داد. مقامداران ازبکستان ابراز داشتند که چند متهم دستگیر شده است. به نوشته خبرنگاران بخش ازبکی رادیوی آزادی، یکی از بازداشت شده‌ها شاهرخ احمدوف، راننده صاحبکار جولان یونوسوف می باشد که با آتابک عمروف رابطه نزدیک دارد. گفته می شود که خود جولان یونوسوف در کره جنوبی پناه برده است. تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی ارتباط او و گمانبران دیگر را به جنایت‌های سازمان یافته، سوءقصدهای پیشینه در ترکیه و مقامات بلندپایه ازبکستان از جمله آتابک عمروف نشان داده است. کامیل علمجانوف در ماه سپتامبر امسال زیر فشار از مقامش استعفا داد و پیشتر دولت پنهانی را آشکار کرده بود که به گفتش زیر نظارت آتابک عمروف و مأموران وفادار امنیتی کار میکند. پیشتر منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی نیز گفته بودند که روابط آتابک عمروف و کامیل علمجانوف چند مدت باز بد است. آتابک عمروف در سال 2016 معاون رئیس خدمات امنیتی پرزیدنت ازبکستان شد و همواره در شبکه‌های اجتماعی همچون پشتیبان ورزش نمایان می شود. منابع نزدیک به تحقیق حمله به علمجانوف تخمین می‌زنند که ممکن است حمله‌وران کوشش داشتند از نفوذ افزاینده و رابطه‌های نزدیک او در حکومت پیشگیری کنند. کامیل علمجانوف از پشتیبانی سعیده میرزیایو 39 ساله، دختر کلانی شوکت میرزیایو بهره‌ور بود. سعیده میرزیایو را وارث احتمالی پدرش می‌دانند.